خب سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. خوش اومدیم به کانال کدن پلیر. امروز اومدیم و در مورد نقد و بررسی آریوس جدید لجند که به بازی اومده و رایگان هست بهتون بگم. خب اول یک کمی گیم پلی بگذره تا بریم و بررسی کنیم. راجع به این گان من از 10 بهش 8 میدم، به خاطر که هم دنس گانش خوشگله، گانا لژندری بعضیا بهتره و به نظرم از نایف لژند خوشگل تره و اکی 47 و این دنس این گان که جلوتر میبینیم خیلی باله. این تمه چطوری بگم، تمه چراغ جادو توری داره، قول چراغ جادویی داره و قول چراغ جادوش آدم میکشه. نمیدونم چجوریه این واقعا. و همینجوری که هست فقط یادتون باشه حتما این ویدیو رو لایک کنید و اگه کانال منو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنید که واقعا میتونی حمایت بزرگی از من بکنی. و داشتیم میگفت آریوس یک گان معمولیه، خیلی خوب نیست، خیلی هم بد نیست. مثلا اسکین برای فنک میومد خیلی خوب بود، یا مثلا مکتن، ولی شما اکتیویژن میشناسین دیگه که چقدر آدم گداییه. و راجع به این گیم پلی هم بگم که این گیم پلی داغ همین دیروز گرفتمش و خیلی گیم پلی بدکی نشد، خوب شد. و دیگه آریوس گان متوسط سیزنای 1 و 2 3 خیلی گان خوبی بود، هنوز فنک و اینا نیومده بود، ولی موقعی که فنک و مکتن اومد نرف شد و یکم بد شد و آریوس واقعا باید اسکین متیکش بیاد. اگه اسکین متیکش بیاد حتما گردونش رو میزنم. دیگه بچه شما آریوس رو چند تیکه پازل کردین، هر چقدر کردین حتما تو کامنت ها برام بنویسی که همه کامنت ها رو میخونه. و راستی هر کی کامنت بذاره و کامنتش کامنت خوبی باشه به 5 کامنت برتر رو میارم داخل ویدیو نشون میدم و جوابشون رو میارم. مثلا شما سوال دارین، مثلا یه سوال از من میپرسین، اگه مثلا لایک بخوره میام بهتون نشون. خب این از طرح خود گانه، نگاه کنین دست میزنه بهش و یه قول چراغ جادو میاد و وقتی که میزنی قول چراغ جادو بالاش ظاهر میشه و یه صدای عجیبی در میاره. و این گان خیلی به نظرم این اسکینش خداییش بهتر، به نظرم بهترین اسکین لژندشه. حالا من اسکین لژند دیگه شو ندیدم و به نظرم بهترین اسکین لژندش همینه و خیلی گان خوش دست و خوبیه. تازه جلوتری اتچمنت هم ازش براتون میذارم، برین اگه دارینش برین عشق کنین، عشق. و یادتون باشه حتما سابسکرایب کنین و یادتون نره بچه‌ها لایک هم بکنین. و واقعا گان خوبیه، آیرون سایتش هم خوبه، بد نیست، ظاهرش هم خوشگله، خدایش خوشگله. تم علاءالدین میده. نگاه کنی این دنسش اینجا که میاد ظاهرش. خب این ظاهر کلی خودگانه، اینم اتچمنت حتما بذارین، خیلی اتچمنت خوبیه، خودم شیندم. خب حالا بریم برای کاموش. گلش خیلی فرق نداره با خود اصلیش، خیلی شبیه خودش. این سیلورشه که سیلورم باحال میشه تا فعلا. داموسش هم بدک نمیشه، داموس خدایی با کاموی داموس حال نمیکنه. و دایموند خیلی خوشگل میشه، اگه دایموند دارین این گانو واقعا بذارین. خب بریم برای بعدیا. این کامو که خداییش خوشگل نمیشه باهاش، به نظرم کاموی بدیه. و ببین کاموی بعدی، این کامو هم اصلا بهش نمیاد. این کامو خدایش خیلی کامو خوبی میشه، واقعا این کامو خیلی کامو خوبیه. این کامو جدیدا خیلی بدم نخواد، این خیلی خوب. این کامو خوبه، یادم باشه بعد این ویدیو برم بازش کنم، خدایش خیلی کامو خوبه. اینم خیلی کامو خوبیه که کلا رفت از بازی. و کاموهای بعدی رو میبینین که چقدر فرق دارن. هر کدوم از این کاموها رو که دوست داشتین حتما تو کامنت ها برام بنویسین که من کامنتاتون رو میخونم.
و میبینین کامنتاش میگن کامنت خدای ذهنم کجا این کامهاش. بچه ها شما بپرسین به نظرتون بهترین گان میتیک AK-130 و لاوا نه از گان لجندایی که گان لجند و نایف لجندی که اومده بر رایگان کدومشون رو شما بیشتر از همه دوست دارین؟ رتبه بندی کنین. کلا 4 تا اومده شما همون رو رتبه کنین. مثلا بگی من مثلا کامنت بزنم که اولی من AK-47 رو دوست دارم، بعدش CBR رو دوست دارم، بعدش RUS دوست دارم، بعدش نایف رو دوست دارم. اینجوری برام میاد و این هم از کاموهاش و کامو هر کدوم واقعا هر کدوم خوشگله، ولی به نظرم بهترین کامو که براش میتونی بندازی کاموی دایموند هرچی. و اینجا هم میبینیم. خب بریم سراغ بقیه گیم پلیش. اینجا گیم پلی دیگه شو میبینیم چقدر زیبا شده و واقعا گان خوبیه. این گان واقعا گان خوبیه، واقعا گان خوبیه. به نظرم اگه این گانو دارین حتما استفاده کنید ازش. و ارزش CP زدن نداره، خدایش واقعا ارزش CP زدن نداره، چون این گان رایگانه و میتونی سریع بگیرینش. مثلا خیلی بازی کنید این سیزن نگیرین. سیزن من قطعی من تضمین میکنم اگه بازی کنید، اگه هر روز بازی کنید قطعی میگیرینش و واقعا گان خوبیه. راستی بچه ها اگه دوست داشتین بگین که به ویدیو بعدی آموزش گرفتن این گان لجند رایگان ها پازلی ها نه یه گان لجند دیگه اونو بذارم. اگه دوست دارین حتما تو کامنت ها بنویسین که لطفا آموزش گان لجند رو بذار. اگه دوست دارین بذارن تو کامنت ها بنویس گان لجند بذاری. کامنت ها به دو نفر بذارن گان لجند میذارم. و این بود از این ویدیو بچه ها. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، برام کامنت بذارید و من رو دنبال کنید و زنگوله رو فعال کنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشین. و حتما تو کامنت ها بنویسین که بهترین یوتیوبر کالاف از نظر شما کیه و کدوم از همه بیشتر دوست دارید. مثلا به من باشه من امید 6 مهزیابنگ رو خیلی دوست دارم و اینا. و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیو بعدی فعلا بچه ها.